پلاک تربوز ناحیه قبادیان دهه شورتوغای پلاک رو تربوزبان عبدالله پهلوان پرورش کرده ایستاده است از شورتوغای. این تربوزش نباشد اگر 10 کیلو زیاد است. بله 10 کیلو هست. زیاده 10 کیلو 10 کیلو زیاد 12 15 کیلو شده ها. بهترین انا دوستان عزیز من اینجا در شورتوغای اناقش جویبارش رو نهایت کلان میگیرن تا زونو پوری آب میکنن اینجا رو. اینجا پر از تربوز است. تگوی برگو پر از تربوز است. دوستان عزیز منو ببینید تربوز تربوز پرورو آمدن پلکچی ها صاحبان تربوز ها اینجا دوتا بوده است. خلاص گپ این تربوزاش کی به فروش میبرد؟ یکم هفته دیگه هست. یک هفته 10 روز پس بگمانم که این تربوز ها همش با فروش میبرد. نه که ما امروز یک چه خوردیم به نهایت شیرین بود دوستان عزیزی من این پیشش 20 کیلو نمی خودش چند کیلو او انم دو طرف تا ببینم. اول اینو ببینید چقدر کنون است دوستان عزیز. این هر یک تربوز شده است بگمانم ممکن 20 تومان 30 تومان رو بده. این چند کیلو 15 بالا 20 کیلو این نرخش 20 تومانی ممکن در بازار استده. من قیمت نمیگویم چون که قیمت گویم اگر دشنام میکنن خدا خواهد 20 تومان ممکن شود. انا 10 کیلو زیاد 20 کیلو است آزاد 20 کیلو اینجا بسیار شده است 20 کیلو ها و 15 کیلو ها. اینش شو این بگمانم که بسیار اینش هم کلان شده است. اینش هم یک هست دمی 15 کیلو اینش هم یک 20 تومان ممکن رود بازار ده. دوستان عزیز من مهنت رو دهقان میکند. دهقان مهنت صرف میکند وقت عمر صرف میکند. بازارشین مهارتش رو میفروشد. فایده اساسی رو بازارشین میگیرد. فایده اساسی رو دهقان کم میگیرد چون دهقان در این گرمی عذاب میکشد. دوستان عزیز در پناه خدا باشید. یک تا لایک مونید با این خربوزهای 20 تومانه در پناه خدا باشید.